سلام عرض میکنم خدمت تمام شما بیننده های عزیز. امیدوارم خوب و جور و ترزیدمند باشین در هر کجای دنیا هستین. دوستای عزیز، امروز ما برنامه داریم و موضوع برنامه ما هست بحران اوکراین یا هر چیزی دیگه که شما میگین. دوستای عزیز، ما به طرفی خود را اعلام میکنیم. این جانب آدم خان کار ندارد، نه شرقی نه غربی، فقط آدم خان. خب ما کار نداریم و طرفداری هیچ کشور را نمی کنیم و اما حال یک چند نفر می آید که برای ما و شما نظرات خودش میگه درباره اوکراین. نظر شما درباره اوکراین چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت مابان دکتر سید عبدالله عبدالرؤوف ابراهیمی مسلم یارس معاون به اجرای اعضای محترم کابینه هیئت رهبری شورای ملی. جناب الاکو اونار الاکو علی بگو نظر درباره اوکراین چی است؟ اول از روزی که من خدمتتان آمدم که شما از او استقبال کردین، قوای امنیتی و دفاعی افغانستان امروز با قلب پر دم پشتشان استاده از دستنگرا از این خاک دفاع میکن. بله خب بگون دوست شما کی است و دشمن شما کی است و از کی میخواین دفاع کنین؟ وضاحت فکری تعریف دوست و دشمن فرصت از این برابر کرده که قوای امنیتی و دفاعی ما بدون شک و شبه و مردم نجیب افغانستان با اعتماد کامل مقابلش ایستاده شد. خب بله جناب، اموت معلوم بشه که شما هنوزم به ارتش خیالیتان منور میدین، اموتا که کشور نجات دادین حالا میخواین اوکراین نجات بدین. ما شما جناب چی نظر دارین درباره اوکراین؟ ما به صلح تاکید میکنیم، جانب مقابل دعوت میکنیم به میز مذاکره که از غرور کاذب پایین بیاین، از خودخواهی و به اصطلاح حل مشکل افغان از راه نظامی که تاکید میکنن تاکید نکنن. این گپ عملی نیست. یک بار دیگه اینا اکثریتی از خاکتان گرفته بودن، یک بار دیگه هم اکثریت خاکتان اینا مسلط شده بودن، ولی با مقاومت شدید روبرو شدن و پس نیاز است که ما به جنگ تاکید نکنیم. خب بله گپ شما صحیح است، ما تاکید نمی کنیم. اما شما جناب چی نظر دارین؟ امریکایی هم خودشان بشنون میگه که برادر زود صلح کنین که کوج ما باره از کار خود گرفته میریم. مارشال صاحب دوستم در مشهد بود، در ما اول کرد که بیا کم مشوره داریم. من به یک طیاره سوار شده در میدان شبرتو که کل جوهر طالب گرفته بود رفتم مشوره کردیم. مشوره ما یک شکل نگرفت به اون شکلی که بود. من گفتم یگان طیاره بیتی که من در کوهستان شمال میرم، حالا میرم در یک جنگ نامعلوم. بله شما میخواین جنگ کنین پس. خب جناب شما چی فرمایشات دارین؟ باز یک دفعه این مردم هدایت داده شود در میدان برای تو هم بگو که بکش باز چی میشه؟ چی میشه؟ دوستای ما در پلان شرکت این کار را کده میره به خاطر بلاد پاتش هر چی شوه تانک کشیدن بروی مردم سلاک کشیدن عاقبت بسیار بد داره. بله دکتر صاحب شبغاری اونه جلو پوستکش بسته کنه همه که دو بکس نمی آیا میخیزه میره این ملت در بدر میشه و راست میگم. چی؟ لا راست میگین. این بود نظر دوستای ما درباره اوکراین.